به نظرتون زندگی بدون شکلات قابل تصوره؟ اگه به این پرسش پاسخ ندادید پس خیلی خوششانس هستین که قبل از قرن 16 میلادی به دنیا نیومدین. تا اون زمان شکلات فقط در میز آمریکا وجود داشت، اون هم نه به شکلی که امروز ما میشناسیم. در سال 1900 قبل از میلاد اهالی این منطقه یاد گرفته بودند که از دونه‌های شکلات استفاده کنند. اونا این دونه‌ها رو از درخت‌های کاکائو برمی‌داشتن، پودر می‌کردن، با آرد ذرت و فلفل چیلی مخلوط می‌کردن و یه نوشیدنی درست می‌کردن. ولی این نوشیدنی اصلاً نوشیدنی گرم و شیرین کاکائو نبود. یه نوشیدنی تلخ و نیروبخش بود که با فوم پوشیده می‌شد. اگر فکر می‌کنید امروز ما از شکلات استفاده‌های زیادی می‌کنیم، کاملاً در اشتباهید، چون که اهالی میز آمریکا از ما خیلی جلوتر بودن. اونا معتقد بودن کاکائو غذای بهشتیه و توسط خدایی که ظاهر مار بالدار رو داره به انسان هدیه داده شده. این خدا در فرهنگ مایا به اسم کوکولکان و در میان آزتک ها کتزالکواتل نام داره. آزتک ها از دانه‌های کاکائو به عنوان پول استفاده می‌کردن و در جشن‌های سلطنتی اون رو به عنوان پاداش به سربازها برای موفقیت در نبرد میدادن. اونا از دانه‌های کاکائو در مراسم‌های مذهبی هم استفاده می‌کردن. انتقال دانه‌های کاکائو به سمت دیگه اقیانوس برای اولین بار در سال 1519 وقتی که ارنان کورتز مونتزمای دوم را شکست داد و امپراتوری آزتک ها را فتح کرد اتفاق افتاد. طبق متون تاریخی پادشاه آزتک ها در اون زمان 50 کوزه از نوشیدنی های شکلات داشت که اونا رو داخل فنجون های طلایی ریخته بود. وقتی که استعمارگران با غنایم جنگی برگشتن، مبلغان به این دانه های ناشناخته به چشم داروی افزایش قدرت جنسی نگاه می‌کردند. طعم تلخ شکلات باعث شد تا این ماده برای درمان بیماری‌های مثل معده درد استفاده بشه. شیرین کردن شکلات با عسل، شکر یا وانیل باعث شد تا شکلات به سرعت به یک خوراکی خوشمزه تبدیل بشه. هرچی بیشتر می‌گذشت کمتر خونه اشرافی پیدا می‌شد که ظروف مخصوص شکلات نداشته باشه. تولید این نوشیدنی‌های محبوب در مقیاس بزرگ بسیار زمان بر بود. علاوه بر این برای تولید شکلات انسان‌های زیادی به عنوان برده از آفریقا به مزار برده می‌شدند. با معرفی دستگاه پرس کاکائو دنیای شکلات برای همیشه در سال 1828 تغییر کرد. این دستگاه توسط فن هوتن از آمستردام اختراع شد و میتونست چربی یا همون کره طبیعی کاکائو رو از دونه ها جدا کنه. همچنین پودر باقی مونده میتونست برای نوشیدنی استفاده بشه یا دوباره با کره کاکائو ترکیب بشه و شکلات جامدی که ما امروز میشناسیم رو تولید کنه. مدتی بعد شکلات ساز سوئیسی به نام دانیل پیتر شیر خشک به پودر شکلات اضافه کرد و باعث شد تا ما شکلات شیری رو داشته باشیم. در قرن 20 شکلات دیگه کالای لوکس برای اشراف نبود، بلکه تبدیل به خوراکی برای عموم مردم شده بود. پاسخگویی به تقاضای انبوه برای شکلات نیاز به کشت بیشتر کاکائو داشت که فقط در نزدیکی استوا میتونست رشد کنه. امروزه به جای استفاده از برده‌های آفریقایی برای تولید کاکائو، این محصول در غرب آفریقا توسط ساکنان اون نواحی کشت میشه. جالبه بدونید که ساحل آش تا سال 2015 2/5 از کاکائو کل جهان رو تامین می‌کرد. با این حال با رشد صنعت سوءاستفاده‌های وحشتناکی از حقوق بشر صورت گرفته. بسیاری از مزارع کاکائو در غرب آفریقا توسط شرکت‌های غربی تامین میشن. این شرکت‌ها همچنان از برده‌ها و کودکان استفاده می‌کنند. برآورد شده که 2 میلیون کودک در فرایند کشت کاکائو آسیب می‌بینند. این یه مشکل بسیار بزرگه که هنوزه حتی با تلاش یک سری از شرکت‌ها برای همکاری با کشورهای آفریقایی ادامه داره. این شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا شیوه کار قراردادی رو در این مناطق رعایت کنند. شکلات امروزه به محصولی جا افتاده در فرهنگ مدرن ما تبدیل شده. به دلیل ارتباط استعماری اون با فرهنگ‌های بومی و قدرت تبلیغاتی که داره، شکلات پوسته‌ای شده که در دل خودش موضوع حساس، فاسد و ممنوعه رو میپوشونه. این موضوع حساس و ممنوعه همون جنایات ضد بشریته. با وجود تمام اینها، دونستن بیشتر از منشأ شکلات میتونه به ما کمک کنه که لایه‌های پنهان شده این محصول رو درک کنیم. پس حتما دفعه بعد که خواستید شکلات بخورید، به این موضوع دقت کنید که همه چیز درباره شکلات شیرین نیست.